بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه. اگرچه سوز و گداز حسینیان کم نیست، ولی فقط به نوا و شعار و پرچم نیست. قسم به اسمت زهرا که تا فرج نرسد، عزای قربت مهدی کم از محرم نیست. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. سلام مردم، سلام منتظران ظهور حضرت منتقم مهدی موعود، ارواحنا له الفدا. سلام عزاداران و سوگواران حضرت سید الشهدا. قبول باشه عزاداری هاتون، سوگواری هاتون، عرض ارادت هاتون. یک روزی از امام حسین جان علیه السلام میپرسن آیا مهدی موعود متولد شده؟ میفرمایند خیر، اما اگر زمانه او رو درک بکنم همه عمر به او خدمت خواهم کرد. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خیلی خوش آمدید به یاد خدا. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى، والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله. سلام خدا به حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفدا. به وجود نازنینی که امام عصر و زمان ماست، حسین زمان ماست، و من همیشه نگرانم و همیشه این تلنگر رو به خودم و مثل خودم میزنم. مباد بر ما مردم که یه روزی برسه امام زمان ما برسن هل من ناصر ینصرنی بگوین، کما اینکه هر روز دارن میگوین. اگر امام حسین ما سال 61 هجری روز دهم یک بار فرمودن آیا کسی هست مرا یاری کند، امام زمان ما هر روز 1180 اندی ساله که هر روز این ذکرشون هست و ما هنوز به مرحله یاریگری و امام باوری و امام یاوری نرسیدیم، حتما که ایشان ظهور نکرد. حالا دارم نگرانی ها ما با شما به اشتراک میذارم، اینکه یک روزی امام زمان ما ظهور کنن، بگن که من فرزند اون کسی هستم که با لبان تشنه به شهادت رسید، و بعد نیاز به یار داشته باشن، کسی که بیاد پای کار وسط میدون، ما نشسته باشیم توی حسینی همچنان سینه میزنیم و گریه میکنیم و میگیم یا ابا عبدالله، و نریم امام زمان خودمون رو یاری بکنیم. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. سلام علیکم و رحمت الله. جای سید یاری عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون، انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم انشالله. خدا کنه قلب‌های ما تا آخر عمر
اذهانمون، قلوبمون، فکرمون از در این خانواده هیچ جای دیگه نره که این درگاه بهترین درگاه، این محبتشون شیرین ترین محبت و پرمنفعت ترین محبت تو دنیا محبت اهل بیت علیهم السلام. به خدا زندگی با اونها خیلی زندگی شیرینیه، خیلی زندگی امیدوارانه‌ایه. آدم توش پیر نمیشه. اگرم پیر بشه گفت داریم با حسین پیر میشویم. خوشحال از این جوانی از دست رفته. خوش به سعادت اون کسی که اسراف نشد، دورریز نشد زندگیش، همش خرج امام حسین شد. الهی شکر، در خدمت. شکر خدا که نان شب ما حسین شد. ممنون لطف مادر این خانواده ایم. الحمدلله. خب خیلی ممنونم آقای سعیدی آریا عزیز. عرضم حضور شما که چون امروز روزی که گذشت روز جمعه بود و متعلق به امام حسین زمانمون دیگه، حضرت مهدی ارواحنا الله الفدا، به نظرم باید خیلی بیش از پیش پیوند بزنیم مفاهیم عاشورا رو و در واقع آموزه ها و عبرت هایی که از قیام امام حسین میگیریم و با امروز روزمون در عصر غیبت امام زمان ارواحنا الله الفدا و بدونیم تکلیفمون الان واقعا چیه. این خیلی خوبه که ما تو این تکایا و حسینیه ها اشک میریزیم، سینه میزنیم. این تلنگری هم که اول برنامه عرض کردم یه تلنگری به خودم مثل من که بالاخره آدم از مذهبی ترها، از اونایی که بیشتر میگن که من دوستدار امام حسینم، گریه کنه امام حسینم، از خدامون دیگه بیشتر توقع هست تا دیگری دیگه. میدونیم ما فقط نه محرم، در طول سال تو این تکیه حسینیه ها هفته یه شب و مثلا بیشتر از ماها توقع که عملاً بیایم پای کار امام زمانمون، تشخیص بدیم الان چه کاری رو باید انجام بدیم در مسیر زمینه سازی ظهور امام زمانمون در جامعه اسلامی که زندگی میکنیم، اولویت ها رو بشناسیم. نمیتونم یهو بزنم. خدا بهتون خیر. خب این که قرار است که برای امام زمانمون لشکر و سرباز جمع کنیم، قرار است که قلب‌ها رو به سوی او متوجه کنیم. اگر یک نفر رو به او جلب کردی، به قرار است که وصل کردی، اون جهتگیری ها رو عوض بکنیم. چجور باید این اتفاق بیفته؟ به قول قدیمی ها، من اینو با دوستان مقدمه کوتاه بگم، میگن حرمت امامزاده رو متولیش داره. یه اصطلاح ضرب المثله که خب اگر من حالا متصف شدم به این صفت که سرباز امام زمان، من طلبه‌ام، من اهل هیئتم، بچه هیئتی، همین اصطلاح خودمون، حالا من دیگه باید رفتار و اخلاقم یه جوری باشه دیگه من رو وقتی میبینن ذهنشان متبادر میشود به جای دیگه. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، ایشون میفرمودن که مردم نه امام صادق علیه السلام دیدن، نه امام باقر علیه السلام، مردم نه شیخ مفید دیدن، نه شیخ صدوق، رضوان خدا بر این بزرگان. مردم ماها رو میبینن، مذهبی ها، طلبه، بچه هیئتی، هر کدوم از اینها باشه، مدعا، مردم اینا رو میبینن و در آینه اینها نمایندگی دین، نمایندگی اهل بیت، اینها رو دارن میبینن دیگه، با این نگاه میکنن. ما دیگه حالا دیگه رفتارمون مال خودمون نیست، نماینده است. اگر یه نماینده مال کشور ایران باشه، بره توی کشور خارجی، مثلا فلان کار توی فلان سفارتخونه، همه به عنوان ایران میبینن اینا، نه آقای فلانی. همینطوره. بعد که قضاوت میکنن میگن ایرانی ها این صفت خوب یا بد رو دارن، اینجوری قضاوت میکنن. هنوز تو همه جای دنیا هم همینه. حتی اگه یه نفر رو دیده باشن، قضاوتشون رو تعمیم میدن رو کل اون کشور. نوعا اینطوریه. پس اولا حواسمون باشه کونوا لنا زینا، برای ما زینت باشید. زینت بودن همینه. اونور روایت شین داره، باعث سرشکستگی. زمان امام صادق علیه السلام اگر یکی از شیعیان یک کاری میکرد که حد میخورد، یک کار خطایی انجام میداد، میبردن در خونه امام صادق علیه السلام داد میزدن، میگفتن این شیعه جعفر ابن محمد ها، خواستن طعن کنن، توهین کنن، خواستن آبروریزی کنن. حد و این میخوره، ولی توهینش داره به امام علیه السلام میشه، آبروریزیش داره این اتفاق میفته. یعنی میخوام بگم گناه چند برابری ضریب داره. اگه من متصف شدم پسر آقای فلانی اگه فلان خطا رو انجام داد، دیگه خطا مال خودش نیست، آبروی باباشم میرود.
دیدید تو جاهای مختلف معمولا اصلا از این استفاده میکنن، حالا گاهی خوب است گاهی بد است استفاده میکنن. پس تو قسمت اول گفتیم حرمت امامزاده رو متولیش داره. حواسمون جمع باشه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توی دنیای امروز اصحابش رو میبینن چه جوریه، اونایی که ادعای حداقل صحابی حضرت بودن رو دارن. حواسمون خیلی باید به رفتارمون باشه. اگه بچه هیئتی شدی یه رفتار دیگه، اگر تو این زمینه کار کردی یه رفتار دیگه داشته باشی. تو خود هیئت ها هم حواسمون باشه. یه وقت فرد در هیئت، خود هیئت خاصیتش، داریم هیئت رو کسی میگیم که ما همش بلند میشیم اللهم عجل ولیک الفرج، این دعای مشترک بین تمام گروه های سیاسی چی باشه اختلاف داشته باشه، این دیگه مشترکه در شیعیان. اینو حواسمون باشه بهش، اینو خرابش نکنیم. انی اخاف علیکم، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمود میترسم براتون ان تتخذوا القرآن مزامیر، میترسم قرآن رو معامله نی کنید باهاش. مزامیر جمع مزمور به معنی نی. قرآن فقط براتون بشه موسیقی، عوض هدن للناس تبدیل بشه به موسیقی تفریحی. موسیقی چه خاصیتی داره؟ بعد از یه مجلس موسیقی شما میکروفون ببر مصاحبه کن، بگو آقا شما رفتید این مجلستون که مثلا کنسرت فلان رفتید اینجا، این چه تأثیری در تربیت فرزندتون داشت؟ یه ذره نگات میکنه. چه تأثیری در حلال و حرام و کاسبیتون داشت؟ باز نگات میکنه. هر چی سوال میکنی میبینید جوابی نداره. چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا اصلا اومده بودم 2 ساعت بهم خوش بگذره و برم، پولشم دادم. چی داری میگی؟ تربیت چیه؟ ولی ما از هیئت‌ها، از عزاداریه برای ابا عبدالله علیه السلام، از اللهم عجل ولیک الفرج، از این خاصیت‌ها یه چیزای دیگه دنبال می‌کنیم. ما اتوبوس میامد همین 30 سال پیش میامد جلوی در هیئت وای میسا، سویه دیار عاشقان تو سینه‌شون می‌زدن، سوار می‌شدن جبهه می‌رفتن. خروجی هیئت جهاد است. خروجی هیئت اینه که فلانی بچه هیئتیه، یعنی چشمش پاکه. یه کلمه میگفتیم 20 تا لوازم از توی این کلمه میامد، یعنی مال مردم رو سر وقت میده، یعنی اخلاقش تون نیست، یعنی مراعات میکنه و 3 نقطه. اگر دیدیم سراغ هیئتامون یه شیطنتایی اومد خدایی نکرده، یه انحرافاتی اومد که وقتی گفتیم بچه هیئتی دیگه اینا به ذهنمون نرسید. اگه قرآن قراره با مزامیر، با مثل نی و موسیقی باهاش برخورد بشه و نگرانی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه تو این باشه، کتاب خدا و اطرتش هم لن یفترقا، هیچ وقت از هم جدا نمیشن. احتمال اینکه سر مجالس اهل بیت علیهم السلام هم این بلا بیاد هست. مجلس اصلاح باید باشه، مجلسی باشه که دیگه وقتی میام بیرون این چشمم دلش نیاد گناه کنه، این گوشم دلش نیاد گناه کنه. تطهیر شده، استحمام شده توی این مجلس. این دل پر از آرزوی دیدن ولی خدا و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. اگر اینجا دیدی یه همچین خاصیت رو بدون هیئتتون موفق عمل کرده، اللهم عجل ولیک الفرجش فقط لغلقه زبان نبوده، یه آرزو و یه کشش قلبی ایجاد کرده. انشالله این برای همه هیئتمون باشه. الهی آمین انشالله. همونجور که شما فرمودین به نظرم از هر دو وجه به ما نهیب زدن بترسید از دوره‌ای که درش زندگی میکنید، آخر زمان، عصر غیبت. هم نشانه هایی که در روایات آمده، هم چیزهایی که داریم میبینیم توی روز زندگیامون، متوجه این توی حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اینها. همین که به ما گفتن آقا تو دوره غیبت زیاد دعای غریق بخونید، مراقبت کنید، دعای اللهم عرفنی نفسک بخونید. نگهداری دین مثل نگه داشتن گدازه آهن زغال افروخته کف دست و اینهاست. میطلبه که خیلی بیشتر حواسمون باشه، مراقبت بکنیم. و حالا این وسط به نظرم اون سلاح تبیین خیلی خیلی مهمه. اون چیزی که فرمودی، در یه وقت جنگ سخته، یه وقت جنگ فرهنگیه، جنگ فرهنگی اجتماعی که الان ما درگیرش هستیم. می‌بینیم بسم الله خدمت از ماست، انشاءالله بتونیم به درد خور باشیم. خب ما تو ادعیه زیارات آدرس هایی رو داریم که اهل بیت علیهم السلام به ما گفتن چه جوری باید در زمان غیبت فرجعوا الی روات احادیثنا، یا حدیثنا هم داره. یه فعل امر داریم، باید مراجعه کنید
به روات احادیث نمون. حالا به اونایی که صفات ویژه‌ای دارن که ما ادله ولایت فقیه رو از بعضی از این روایات داریم. همون موقعی که خود امام نفی می شود توسط کسانی که رسول الله رو قبول دارند، امروزش هم همین مسئله است، نفی می شود امام جامعه توسط کسانی که اتفاقا اعتقاد به رسول الله دارند، ولی میگه نذار هزینه نداشته باشه، بذار هزینهش در حد یک هیئت رفتن باشه ولی نصرت ولی خدا توش نباشه. لذا نگاه میکنی دشمنان امام حسین علیه السلام نماز هم میخونن، نماز جماعت هم میخونن، حتی یه جاهایی اقتدا هم میکنن به امام حسین علیه السلام. اصلا ببینیم اگه اشتباه میگم اصلاح بکنم، عمدتاً دشمنان اهل بیت از ابتدا تا حالا امام زمان اون که الان اصر غیبتشون هستیم، عمدتاً دشمنان صف اولشون از آدمایی که در واقع در مراتب علمی و فقهی و دینی گردن کلفتی هستن واسه خودشون، عمدتاً اینان دیگه، وگرنه مردم پشت سرشون وای نمی‌ایستادن دیگه. بله که باید یه همچین وزنه‌ای باشد که در مقابل امام بایستد. منتها خب نفس تربیت نشده، گاهی حسادت، گاهی تکبر، گاهی این که نمیتونه ببینه امام رو، نمیتونه ببینه ولی خدا رو که او باید تبعیت بکنه، اون نفس طغیانگر هزار دلیل دیگه ای هم داره که اینها ایستادن. اما اینکه این جهاد تبیین که عرض می کردیم بالاخص در زمان ناهازا تو الان مردم رو به سوی حضرت حجت جهت‌دار کردن. یه جمله‌ای داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که اصلا اگر مسئولی در جمهوری اسلامی هدفش زمین سازی برای ظهور نباشد خیانت کرده. اصلا جهتگیری تو صحیفه امام رضوان الله تعالی علیه این هست. یعنی ما تماما داریم به این جمله عمل میکنیم، المسارعین الی فی قضاء حوائجه. تعریفی که از امام زمان زلمه میکنن برای ما، اونهایی که ظلم در حق خود حضرت میکنن، تعریفشون اینجوریه، برعکس این قسمت دعای ندبت که عرض کردم. میگن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کسی است که باید بیاد و تمام مشکلات را حل کند. ما نشستیم اینجا هیچ کاری هم به کارش نداریم، فعلا ما تحمل میکنیم مشکلات رو. اما دعا چی گفت؟ المسارعین الیه فی قضاء حوائجه. ما به سرعت داریم میدویم کار بکنیم برای اینکه همین الان تو دوران غیبت این تکلیفمونه، در اینکه حاجت‌های امام زمانمون رو برآورده کنیم. حاجت امام زمان چیه؟ مثلا گوشت و نون تهیه بکنیم، آخه یه ذره فکر آدم دقیق باشه. امام چیست حاجتش؟ امام هدفش چیست؟ تشخیص خیلی تشخیص مهمی است. امام احیای دین. اصلا خدا برای چی قرار میده امام رو؟ برای احیای دین. یعنی هر کسی دوید تو این زمانه برای احیای مسئله دین فی قضاء حوائجه هست، کار برای امام زمان کرده، کار حسینی کرده. اونی که میگه من کاش سال 60 بودم یار امام حسین بودم، الان باید این کارو کنه، بفهمه موقعیتو، اصلا هیچ وقت هم نباید تلف بکنه. الان تو اینجا هم شیطون دست میبره، یه وقت تو تعریف امام زمان دست میبره، تو اینجا هم تسبیل ها و جای شهید و جلاد و عوض کردن دین و یک مفهوم جدایی از سیاست تعریف میکنه، میگه بدو توی این مسئله بدو خوب نماز شب بخون، خوب شروع کن مثلا در فلان مسئله. دینهای فردی، مسائل فردیه دین، زود شروع میکنه جهتگیری. میگه ببین حوایج امام زمان بله تو اشاعه دین هست، تو هم برو این کار انجام بده، ولی دین معنیش اینه، اصلا ربطی به سیاست نداره. به خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم گفتن شما بشینید مثلا نجفی هستید یا جای کرسی درستون رو داشته باشید. به خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم گفتن، به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هم گفتن دست از این مسئله بکش، از این دینت بکش، بهترین خونه رو بهت میدیم، بهترین امکانات رو میدیم. دست نکشیدن اینا، وایسادن پای کارشون، نمیذاریم ظلم شما پیش بره. الان تو دنیا نگاه بکنی این مسئله، خود جمهوری اسلامی ایران داره همین حرفو میزنه دیگه. عالم میگه میخوام ظلم کنم، یک کت خدایی داشته باشم به نام آمریکا، تسلط به عالم داشته باشم، کسی هم حق نداره به هم حرف بزنه. یکی بلند میشه روح الله الموسوی الخمینی، یک سیلی به اینا میزنه، دردش 40 خورده ای سال خوب نشده. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیاد میخواد با زلمه بشینه مصالحه بکنه یا بجنگه باهاشون؟
المسارعین الیه فی قضاء حوائج. ما پا شدیم همون کاری که حضرت میخواد بکنه، ظلم ستیزی که حضرت داره یه کسی مثل امام متوجه شد. شیطون اینجا هم میاد پای کار، دین رو تعریف میکنه، تعریفش رو یه تعریف فردی میاره بیرون. رضوان خدا بر حضرت امام، رضوان خدا بر همه گذشتگان، شهدا خاصه، شهدایی که فهمیدن این مسئله رو، دلشون امام زمانی بود و امام زمانی بودنشون تکلیف براشون بود. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. های قرآنه. بگو اگر محبت دارید نسبت به خداوند، تحبون الله فاتبعونی، فا در نتیجه باید این کارو بکنید، تبعیت کنید، حالا یحببکم الله. وگرنه اینقدر ادعای محبت آسونه؟ مگه در طول تاریخ در واقع عاشورا این اتفاق نیفتاد که مردم گفتن آقا بیا، به زبان امروزی عرض میکنم همین بود دیگه، این 12-18 هزار نامه و امضا و اینا که بیا اینجوری شده اونجوری شده ما همراهیت میکنیم، یک کلمش میشه آقا بیا. ولی بعد اونطوری کردن. پناه بر خدا عاقبتمون رو به خیر کنه، چشممون باز بشه. فقدان بصیرت از فقدان بصر بدتر گفته شده. این خیلی نفهمیدن، خیلی مهمه، نفهمیدن. و اگر کسی نفهمید نمیتونی، یا خودشو زد به نفهمیدن. میدونین آخه زمان فضا که فتنه گون میشه فهمیدن هم سخت میشه. کی فتنه گون میشه؟ همون که شما فرمودین، یعنی وقتی نخبه های جامعه که بهشون میگیم خواص، نخبه علمی، نخبه دینی، نخبه اجتماعی، فرهنگی، اینا چهره‌های مشهور، صاحب تریبون که صاحب نفوذن تو جامعه، اینا تعابیر از تا آقام هست. اینا وقتی به انحراف برند، یه موقع فرد یه جامعه اهل فساد اون خیلی برای کلیت جامعه شد خطر، اما یه موقع خواص بزرگان جامعه به انحراف برند، اون وقت چه توقعی هست؟ خب عموم مردم همین میشن، بعد جامعه اسلامی به نزدیکی فنا خواهد رفت که همین شد که امام حسین دیگه مجبور شد قیام کنه دیگه. و همین اینجاست که تبیین خیلی موضوعیه، تبیین خیلی مسئله است، فریاد زدن مسئله است، روشنگری مسئله است و جوابم میده ها. این که بگیم گفتن و نگفتن مگه چه تأثیری داره؟ نه، جواب میده. هر کسی هم به اندازه خودش. اگر یک نفر را به او وصل کردی، قرار اون اینه که یه نفر است. ان شاء الله خدا این توفیق رو بده. زنده باشین، خدا خیرتون بده. سلامت باشین. خیلی استفاده کردیم، اجرتون با سید الشهدا. ما یه شب دیگه بهتون میخوایم زحمت بدیم، اشکال نداره، فردا شب وظیفه است. زنده باشید. ببخشید حلال کنید، اذیت هم میشین. یا علی مدد. قربون شما برم. زنده باشین. چون روز جمعه بود و پیوند خوبی هم خورد بحثمون با حضرت حجت، من این دو بیت رو تقدیم کنم و شما خداحافظی کنم. عرض میکنم که اگرچه سوز و گداز و حسینیان کم نیست، ولی فقط به نوا و شعار و پرچم نیست. قسم به عصمت زهرا که تا فرج نرسد، عزای قربت مهدی کم از محرم نیست.